آنهایی که معاش، نفقه یا پسندازشان را از بانکمت‌ها میگیرند امروزها سرگردانند. میگویند از اول اپریل به این سو نمیتوانند از بانکمت‌های امانت بانک پول گیرند. دیگه شنا میرم روز جمعه اومدم بانکمت کار نمیکنه. ای درون بشی بپم رفتم تو دیگه دیگه اینا امروز هم سر آمدگیم عبید برآمدیم اینا باشه هیچ که همین وقت رمضانیه اینا مادرها همش خواهرها الان دانشجویی باشه بریم یه میده عویزه یه چیزی بخوریم. این مردم نشسته انتظار گرفتن پول از بانکمت هستند. اینجا هم مردم از نوبتداری شعبه امانت بانک در ناحیه وسع سبب میپرسند. در درون بانک هم مردم برای گرفتن پول از پست ترمینال نوبت میپایند. مشکل نو نیست و هر سر چندگاه رخ میدهد، اما پایان ندارد. من گفتم که تنها در یک روز دو روز در حقیقت همین که ممکن شد یک بار میخوان همه یک بار پول نفقه شون پول مزد مهنت همه یک بار آخر ماه که میگذارد همون روزا میشه. من دیگر روزا یگان کس 3 روز کفا ماندگی نیست پولش نگرفته باشه. این جوان میخواهد از بانکمت امانت بانک پول گیرد. میگوید که دویم در بانکمت های امانت بانک این حالت را مشاهده میکند. این کارت امانت بانک دیروز مسئولین امانت بانک منطقه گفتن که دویم بانکمت ما پول دارد. باز تفتیش میکنیم. اینا پرداخت نکنه دوام دادن در بانکمت موجود نیست مبلغ میگه. در شبکه‌های اجتماعی هم دیروز شکایت‌ها از نداشت پول نشر می‌شدند. یکی از کاربران فیسبوک نوشت که برخی ساکنان از ساعت 4 صبح برای گرفتن پول آمده‌اند. نداشت نقدینه حتی در بانکمت‌های بانک‌های تجارتی هم روز 4 اپریل مشاهده می‌شد. نمایندگان بانک‌ها این وضعیت را موسمی می‌نامند، ولی ساکنان می‌گویند تا این درجه گم شدن نقدینه را بار اول می‌بینند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.